من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. سوره مبارک لقمان را میخوانیم ان شاء الله. مناسبت این سوره مبارکه با سوره روم، در سوره روم خواندیم که خدای عزوجل به شما فتح نصیب میکند، به مؤمنان، اونهایی که شرک نمی کنند، بر توحید قائم هستند. حال در این سوره موضوع شرک و توحید علی وجه الکمال از زبان لقمان علیه السلام بیان میشه. الله تعالی اون توحید را به نقل از لقمان که به پسرش نصیحت کرد اینجا ذکر میکند. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. این اشاره دارد کلمه حکیم که صفت کتاب آمده که عمده دلائل این سوره دلائل چی هستند؟ عقلی هستند. قبلا ما این اصل را خواندیم. البته در خلاصش عرض نکردم که در این سوره یک دلیل نقلی داریم، اونم از سیدنا لقمان. 8 تا دلیل عقلی داریم، یکی اعترافی هست و 7 تا دیگه دلیل عقلی محض هستند، همه بر اثبات توحید. هدى و رحمت للمحسنین، کتابی که هدایت هست علما و رحمت هست عملا. یعنی کسی میخواهد از نظر علمی یاد بگیرد، مسیر را بداند، هدایت است و عملا رحمت است. وقتی که عمل کرد موجب رحمت میشه للمحسنین، برای محسنین، نیکوکاران، مستفیدین. محسنین کیا هستند؟ ما محسنین را عرض کردیم، هم به معنی نیکوکار میاد، هم به معنی مخلصین میآید. اینها کیا هستند؟ صفات محسنین: الذين يقيمون الصلاة و یؤتون الزکات، آنهایی که نماز را برپا می‌دارند، زکات می‌دهند، و هم بالآخرة هم یوقنون، آنها به آخرت یقین دارند. من این مطالب همه مباحث تکراری هستند و نیاز به تکرار ندارند، ولی خب برای تذکر گاهی عرض میکنم. با توجه به اینکه سوره مکی هست، یؤتون الزکات را به چه تفسیر میکنیم؟ زکات میدن. منظور از زکات زکات نفسه. قد افلح من تزکا، به اون معنا هست، چون زکات در مکه مکرمه نازل نشده بود. والذین هم للزکات فاعلون هم به همین معنی است. اما بعضی مفسران میگن نه، زکات زکات مال است. در مکه فرضیت نازل شده بود، تفصیل نازل نشده بود. تفصیل در مدینه طیبه. بله، پس یقیمون الصلاة حکمت عملی هست، یؤتون الزکات حکمت اعتقادی هست، و هم بالآخرة هم یوقنون، معاد و قیامت است. هم توحید، هم معاد، هم عملا نماز. آنانی که نماز را برپا می دارند و یؤتون الزکات، زکات می دهند،
و هم بالآخرة هم یوقنون، یا زکات میدن یا خودشون را پاک میکنن از شرک و از آلودگی ها. و هم بالآخرة هم یوقنون، آنها به آخرت یقین دارند. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. نتیجه دنیوی، این انسان ها بر هدایتی هستند از جانب ربشان. و اولئک هم المفلحون، نتیجه اخروی، آنها مفلحون هستند، رستگارند. و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم. زجر و تخویف اخروی هست از اینجا برای کسانی که در مسیر منحرف کار می کنند، در مسیر کج می روند. بعضی از مردم هستند که یشتری لهو الحدیث، خریداری می کنند لهو الحدیث، اون سخنی را یا اون کالایی را که موجب لهو میشه، موجب غفلت و خدا فراموشی میشه. چرا اون را خریداری میکنند؟ لیضل عن سبیل الله، تاکه از راه خدا انسان را گمراه کنند بغیر علم، بدون علم. ببین لهو الحدیث چند تفسیر علما ذکر کردند. ما میتونیم همه تفسیرها را بگیریم، همه تفسیرها درست هستند. بعضی گفتند ان لهو الحدیث الشرک، روح المانی، لهو حدیثی هست شرک، یعنی سخن بیهوده. سخن بیهوده سخن شرکه، کلمه شرکیه هست. عن الحسن هو الكفر و الشرک، قرطبی گفته. حسن بصری میگه لهو الحدیث کفر و شرک هست. و بعضی میگویند لهو الحدیث موسیقی است. لهو الحدیث یه موسیقی است، موسیقی، ترانه، آواز خوندن، حدیث لهوی هست، سخن بیهوده‌ای هست که انسان را از خدا غافل می کند، انسان را از خدا بیخبر می کند. و آخرین تفسیر و جامع ترین تفسیر و بهترین تفسیر، لهو الحدیث هر آن چیزی که شما را از خدا غافل کند، از خدا فراموش بدهد، چه این موسیقی باشد، چه مجلس خرافه و شرک باشد، چه عرض کنم که غنا و آوازخانی و ترانه‌خوانی باشد، چه جلسات بیهوده‌ای که انسانها تا وقت شب و تا پاس شب میگیرند، با هم میشینند یا پای تلویزیون میشینند. این موجب میشه که نماز صبح فوت بشه، این موجب میشه که از خدا انسان فراموش بشه. اینا همه لهو الحدیث هستند. ببینید علامه آلوسی جامعتر نوشته کل ما شغلك عن عبادت الله تعالی و ذکره. لهو الحدیث چیه؟ هر چی که تو را مشغول کند، غافل کند از عبادت خدا، از ذکر خدا. من السمر، سمر چی هست؟ بیدار ماندن بعد از عشاء، المسامرة بعد العشاء. بعضی مردم رسول الله صلی الله علیه و آله من کردند مسامره بعد از عشاء. بعضی از مردم تا یک شب دو شب با هم مجلس است و قهقه هست و خنده هست. این لهو الحدیث گفته من السمر. و همچنین والاضاحیک، خنده هایی که میکنند یا جوک های خنده آور، داستان هایی که برای هم دیگه تعریف میکنه، هم دیگر را میخندانند، مجلس خنده. بعضی میگن بشینی کمی بخندیم، و بعضی برنامه درست کردن که مردم را فقط بخندانند. این از کنم اضاحیک که مردم را فقط بخوان غافل کنند از خدا، این لهو الحدیث است. والخرافات، خرافات که انسان را به سوی شرک، به سوی بدعت ببره، از خدا دور میکنه، لهو الحدیث است. والغنا، ترانه، موسیقی و نحوها، همه اینها لهو الحدیث هستند.
علامه آلوسی در جای دیگه می فرماید اعلم ان التغنی حرام فی جمیع الادیان. غنا و موسیقیات و ترانه و آوازخوانی با طبل و با دهل و با تنبور و با ساز در همه ادیان حرام بوده، تنها در اسلام حرام نیست. پس بعضی از مردم هستن اونایی که لهو الحدیث خریداری میکنند، یعنی اسباب و آلاتی که موجب خدا فراموشی میشه، موجب فاصله دادن از خدا میشه. چرا این کارا را میکنند؟ لیضل عن سبیل الله بغیر علم، تاکه انسان ها را گمراه کنه از راه الله بدون دلیل. بسیاری هستند در زمان ما پول میدن ارگ میارند، دهل میارند، ارگ میارند، ساز میارند تا پاسی از شب. لیضل عن سبیل الله همینه، محرم و نامحرم و هرچی هستند جمع میشند. لذا الله میفرماید که و یتخذها هزوا، آن راه خدا را مسخره گرفتند. اولئک لهم عذاب مهین، این افراد برایشان عذاب ذلت بار است. و اذا تتلی علیه آیاتنا ولا مستکبرا، هرگاه بر آن تلاوت میشه آیات ما برمیگردد در حالی که تکبر میکند. وقتی که آیات خوانده میشه ناراحت میشه، وقتی که ترانه روشن میشه خوشحال میشه. کأن لم یسمعها، گویا او را نشنید. کأن فی اذنیه وقرا، گویا در گوشهایش بار هست، بار سنگین است. الله می فرماید این انسان بدتینت را فبشره بعذاب علیم، این را مژده بده، بشارت بده به عذاب دردناک. اینها بودند کسانی که دنبال لغویات و گمراه کردن مردمند. اما در مقابل اینها ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بدون شک آنانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، لهم جنات النعیم، برای آنان جناتی هست که سراپا نعمت هست، باغاتی که همش نعمته. خالدین فیها وعد الله حقا، همیشه در آن جنات میمانند. الله می فرماید وعده الله حق است. این تأکیده، یعنی ای مومن شک نکن، ای مومن باور کن، در دلت بشیند که وعد الله حقا، وعده الله حق است. و هو العزیز الحکیم، او عزیز است، غالب است، هر کار میتواند بکند. الحکیم، حکیم است، جزای مناسب میده، بر اساس احوال انسان ها به اونها پاداش میده. خلق السماوات، از اینجا دلایل شروع میشه. الله که این همه چیز میده و باید قدرتش ثابت بشه. بله اون خیلی قدرتمند است، خیلی قوی و نیرومند است. چنانکه خلق السماوات بغیر عمد ترونها، آسمان ها را آفرید بدون ستون. شما میبینی آسمان ستون دارد. و القا فی الارض رواسیه، و در زمین میخهای کوههای انداخت، کوها را به عنوان میخ که زمین تکان نخورد. ان تمید بکم ای ان لئلا تتحرک بکم ای لئلا تزول بکم، شما را نبرد، شما را به حرکت نیندازد، شما را نیفتید. و بث فیها من کل دابه، در این زمین از هر دابه، از هر موجود زنده خلق کرد. و انزلنا من السماء ماء، الله از میفرماید ما نازل کردیم از آسمان آب. این التفات است از غائب به تکلم. ما نازل کردیم از آسمان آب. فانبتنا فیها من کل زوج کریم، ما رویاندیم در آن زمین از هر نوع معزز، یعنی از هر نوع خوب، انواع گلها، انواع میوهها، انواع علفزارها، انواع سبزیجات، همه. الله میفرماید اینها مخلوقات الله هستند. شمایی که غیر خدا را پرستش میکنید، شمایی که انبیا و اولیاء و پیرها و فلان را پرستش میکنید، شما بیارید آیا اونها چیزی را خلق کردند؟ هذا خلق الله، این همه مخلوق الله است.
فارونی ماذا خلق الذین من دونه، به من نشان بدهید غیر از خدا چه چیزی خلق کردند. مگسی کسی پیدا کرده؟ نخیر، دلیلی ندارند. پس مسئله چیه؟ بل الظالمون فی ضلال مبین. بلکه اصل مسئله این است که ظالمون یعنی مشرکان در گمراهی آشکاری هستند. نه، گمراه هستند، بدون دلیل غیر خدا را پرستش می کنند. ولقد آتینا لقمان الحکمه. از اینجا الله عزوجل دلیل نقلی بیان می فرماید از لقمان. ببینید ذکر سیدنا لقمان در قرآن مجید اینجا آمده فقط، و این سوره هم به نام ایشون نامگذاری شده. لقمان کیه؟ تفصیل بیشتری نیست. نصائح لقمان معروف است. صحیفه لقمانیه میگن یک صحیفه است که تو اون فقط نصیحته، و ایشون معروف است به لقمان حکیم. در چه دوری بوده، در چه عصری بوده اختلاف است بین مفسران. گروه معتقد هست که لقمان برده بوده، برده و غلام سیاه فام، لبهای بسیار کلفت و شکل ظاهری خوبی نداشته، اما عقل بسیار زیادی داشته. بسیاری از مفسران نوشته اصلش از آفریقا بوده، سودانی بوده و آدم بسیار عابدی بوده، عبادت گزاری بوده، موحد بوده. اما اکثر مفسرین اتفاق نظر دارند که یکی از اولیاء بوده، پیغمبر نبوده. خیلی کم هستن اونهایی که معتقدن میگن لقمان پیغمبر بوده. خب پس جمعی معتقدند که لقمان افریقی الاصل بوده، سودانی بوده، بعضی گفتن مصری بوده، سودانی مصری نوشتن، و غلام سیاه فام بوده که الله تعالی بهش عقل زیادی داده و نصیحت های بسیار خوبی میکرده مردم را. چنان الله تعالی به او حکمت داده که از حکمتش اینجا تعریف میکنه ولقد آتینا لقمان الحکمه. اما بسیاری دیگر از مفسران من جمله عبدالله ابن عباس و غیره میگن این عربی الاصل بوده، پادشاهی بوده از نسل قوم هود علیه السلام، اصل از عاد اخرى بوده، یعنی از ثمود بوده که حضرت هود برای اونها مبعوث شد. پادشاه نیک و نیک صفت و صالحی بوده، عربی الاصل بوده و از حمیری ها بوده، والله اعلم. به هر حال بر اساس این قول دوم ایشون یکی از پادشاهان مؤثر، صالح، حکیم بوده که از حکمتش مردم خیلی استفاده کردن، کلمات حکمتی داشته. اینجا چند تا از کلمات حکمتش را ما در قرآن میخوانیم. الله می فرماید ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت دادیم. حکمت بعضی میگن دانایی، فراست، بعضی گفتن حکمت یعنی علم با عمل. کسی که خدا بهش علم بده و بعد توفیق عمل هم بده، خب این آدم دانایی هست، یکی هست، فراست دارد. انشکر لله، این بیان حکمت است، این که شاکر باش برای خدا، شکر گزار باش، ناسپاس نباش، ناشاکر نباش. و من یشکر فانما یشکر لنفسه، هر کسی که شکر گزار باشد جز این نیست که شکر گزار است برای نفس خودش، یعنی این نفعش به نفسش برمیگرده، این فایدهش به خودش برمیگرده، نه به خدا. و من کفر فان الله غنی حمید، هر کسی که ناسپاسی بکند الله بی نیاز هست و ستوده شده است، الله هم به او نیازی ندارد، به عبادت او نیازی ندارد. و اذ قال لقمان لابنه، زمانی که لقمان به فرزندش گفت و هو یعظه،
داشت فرزندش را نصیحت میکرد، موعظه میکرد، یا بنی لا تشرک بالله، ای فرزند من، ای پسرک من، لا تشرک بالله، شما احدی را به خدا شریک نگیر، با خدا شریک نگیر. اولین نصیحت لقمان چیه؟ تصحیح عقیده، یعنی عقیده را درست کن، در عقیدت موحد باش، یکتا پرست باش، کسی را با ذات الله و با صفات الله شریک نگیر. ان الشرک لظلم عظیم، همانا شرک ظلم عظیمی هست، ظلم بسیار بزرگی هست. شرک بزرگترین ظلم همینه که انسان، ظلم چیه؟ وضع الشیء فی غیر محلی، یه چیزی را به غیر محلش بگذار. یک آقایی که جایش زندان نیست ببر زندانش بکن، این ظلمه. عبادت خاصه خداست، این را برای غیر خدا انجام بده، این ظلمه. شرک همینه، بزرگترین ظلم شرکه. حال الله تعالی به صورت جمله معترضه و ادخال الهی ذکر والدین را میارد. خود چه مناسبت دارد؟ این مناسبت را دارد که پدر و مادر که بر انسان خیلی حق دارند، انسان را با چه ناز و نعمتی نگهداری کردند، چقدر مادر سختی کشید، چقدر رنج کشید، چقدر درد تحمل کرد، چقدر پدر خاری و مشکلات تحمل کرد به خاطر بزرگ کردن پسر. خب اینا خیلی بر انسان حق دارند. اما شرک اینقدر ناپسند است که اگر همین پدر و مادر عزیز به انسان گفتن شرک بکن، نباید اطاعت کند. لذا الله می فرماید و وصینا الانسان بوالدیه، ما وصیت کردیم انسان را نسبت به والدینش. چرا؟ چون که حملته امه وهنا علی وهن، حمل کرده او را مادرش وهنا یعنی ضعف بر ضعف. مادر وقتی که حامله شد روز به روز ضعیفتر می شد، روز به روز ناتوانتر می شد. مادران را دیدید بعضی حامله هستند چنان عرق میکنه، ضعف میکنه، میفته، چقدر برای بچه در تحمل میکنه، سختی تحمل میکنه. و فصاله فی عامین، بعد از اینکه بچه متولد شد شیر دادنش و کندنش از شیر، جدا کردنش از شیر در 2 سال. انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، این تفسیر وصینا هست. ما وصیت کردیم انسان را که ای انسان، این پدر و مادر که این همه زحمت کشیدند، توی انسان اول شکرگزار من رب باش، چون من تو را پیدا کردم، پدر و مادرت را هم من پیدا کردم و بهت دادم. دوم بعد از من ولوالدیک، برای پدر و مادرت شکرگزار باش. الی المصیر، علت اینه فقط و فقط به سوی من هست مرجع، جای رجوع. لذا این پدر و مادر که خدا وصیت کرده تو را که نسبت به اونها مهربان باش. و ان جاهداک علی ان تشرک بی، اگر اینها سعی کردن در تو، تلاش کردن در تو بر اینکه ان تشرک بی، شریک بگیری به من خدا، ما لیس لک به علم، آن معبودانی که نیست برای تو نسبت به معبودیت آنها هیچ نوع علمی. اگر پدر و مادر به تو گفتند فلا تطعهما، آنان را اطاعت نکن. اطاعت نکنم دیگه پدر و مادر از اونا قهر بکنم، نه. و صاحبهما فی الدنیا معروفا، در امور دنیا، در امور رسیدگی و خدمت دنیوی با اونها را همراهی کن. صاحبهما، همراهی کن آنها را در دنیا، معروفا، با نیکی، با خوبی. واتبع سبیل من اناب الی، اما درباره دین، درباره خدا و ایمان پیروی کن از اون انسانی که من اناب الی، اونی که رجوع می کند به سوی من. ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، الله می فرماید سپس به سوی من جای رجوع شماست، من شما را خبر می دهم به آنچه که شما عمل می کردید. خب
این در وسط جمله معترضه ادخال الهی بود، اما نصیحت لقمان ادامه دارد. اولین نصیحت این بود که فرزندم، فرزند دلبند، پسرکم شرک نکن. دومی یا بنی انها ان تک مثقال حبة من خردل فتكن فی صخرة. ای پسر من، ای پسرک من، انها همانا این خصلت، انها از نصیحت های لقمان برداشت کردن. خصلت کدوم خصلت؟ خصلت اساعت و احسان. ببین بعضی را الله خصلتی داده نسبت به مردم احسان میکنند، نیکی میکنند، تشنه را آب میده، گرسنه را نان میده، مریضی را عیادت میکنه، یتیمی را دست میکشد، بینوای را پول میدهد. این احسانه. بعضی ها الله بهشون خصلت بدی داده، زبانش تنده، اخلاقش بده، دستش همیشه ظلم میکنه، پایش ظلم میکنه، مردم را کلاهبرداری میکنه، مردم با مردم بدرفتاری میکنه. این خصلت اساءت است. پس الخصلت من الاساءت والاحسان گفتن انها مرجع ضمیر. خصلتی که بعضی انسان ها بر اساس اون خصلت بد میکنند، بعضی انسان ها بر اساس اون خصلت نیک میکنند، کار خوب انجام میدن. لذا میفرماید انها ان تک مثقال حبة من خردل، همانا آن خصلت اگر باشد به اندازه مثقال دانه از سپند. دانه سپند، خردل و سپند ریزترین دانه هست نه؟ اگر به اندازه سپند و حبه سپند خصلتی باشد، خوبی باشد یا بدی باشد، فتکن فی صخرة، این دانه این حبه در صخره باشد، در لای سنگی باشد، او فی السماوات، یا در آسمان باشد یا در زمین باشد، یأتی به الله، الله او را می آورد به وقت حساب. یعنی هرچه عمل کردی، خوب کردی، بد کردی، کم کردی، زیاد کردی، در روز قیامت الله بر ترازوی اعمالت می گذارد. ان الله لطیف خبیر، بدون شک الله لطیف است. لطیف اینجا به معنی باریک بین، ظرافت ها را می بیند، کارهای ریز را هم می بیند، درشت را هم می بیند. خبیر خبر دارد از همه کارهای شما. خب پس ببین این اعتقاد بود. لقمان به پسرش گفت پسرم شرک نکن و بدان که هر چی باشد کوچک یا بزرگ الله عالم الغیب هست، علم دارد، روز قیامت می آورد او را. بعد از تصحیح عقیده عملش را توصیه می کند. یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف، ای پسرک من نماز را برپا بدار، امر بمعروف کن، وانها عن المنکر، نهی از منکر کن، واصبر علی ما اصابک، صبر کن بر آنچه که بهت میرسد. مشکلی مصیبتی اگر برات میاد صبر کن. ان ذلک من عزم الامور، این از عزم الامور است، از امور هست که از امور بزرگ، از اموری که پختگی توش هست. لذا اینکه امر معروف و نهی از منکر و صبر کردن بر آنچه که در این راه به انسان میرسد. ولا تصعر خدک للناس، اول عقیده بود، دوم عمل، الان اخلاق. چند مورد اخلاقی به فرزندش توصیه میکنن. اول ولا تصعر خدک للناس، برمتاب چهره ات را برای مردم، یعنی از مردم، یعنی رویگردانی نکن. خد رخسار را میگند. شما وقتی که روبرو با مردم باشید رخسار شما را میبیند. شما روگردانی بکنید دیگر رخسارت را زو چی میکنی؟ بر میگردانی. لذا برمتاب، بر نگردان چهره ات را از مردم. ولا تمشي في الارض مرحا، و در زمین نرو، راه نرو با غرور، با تکبر. مرح
غرور تکبری را میگوین که بر اعضا و جوارح ظاهر میشه. ما قبلا خواندیم یکی از فرح، یکی از مرح. فرح لا تفرح، مغرور نباش. فرح اون غروری را میگن که در دل باشد، مرح اون غروری میگن که بر اعضا و جوارح باشد. ان الله لا يحب كل مختال فخور، بدون شک الله دوست ندارد هر مختال اون متکبری میگن که در دل تکبر دارد. فخور اون متکبری میگن که با زبان تکبر دارد، فخر میکند، میگه من از فلان فامیلم، من اینقدر پول دارم، من چنین میکنم، من چنان میکنم، با زبان بلوف میزند. این فخور است. مختال اونه که در دل خودش را تیسمارخان میداند، این مختال است، متکبر است. واقصد فی مشیک واغضض من صوتک، در مشی و رفتار میانه باش، اعتدال را داشته باش. قصد اعتدال و میانه روی را میگویند. واغضض من صوتک، صدایت را پایین بیار. بعضی هستند خیلی داد میکشند، گویی فقط حاکم هستند، پادشاه ما هستند، سر و صدا میکنند. تشبیهی داده که صدای بلند مال انسانهای شریف نیست، الاغ صدایش بلند است. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بدترین صدا صدای چی هست؟ الاغ است. صدای او بلند است، پس صدای را بالا آوردن این حسنی نیست، این کمال نیست. و الا اگر کمال بود اون حیوان با کمال بود. این بود نصیحت لقمان که هم شامل عقیده بود، هم شامل عمل بود، هم شامل اخلاق بود. بهترین موارد هستند. خب دلیل اول را ما خواندیم، خلق السماوات بغیر عمد، اینم در وسط دلیل نقلی از لقمان بود. حال دلیل عقلی دوم عرض کردم 8 دلیل تو این سوره هستند. الان دلایل را میخوانیم، دلایل تکراری هستند، باید انشاءالله تا سوره احزاب برسیم، یک مقدار سریعتر میریم. الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض، آیا نمی بینی الله مسخر کرد برای شما، تابع کرد تمام آنچه که در آسمان ها و زمین هستند، همه در اختیار شما انسان ها. و اسبغ علیکم نعمه، و کامل کرد بر شما نعمت هایش را، ظاهرة و باطنه، نعمت های ظاهری و باطنی را. و من الناس، زجر بر بعضی انسان ها که این نعمت ها را نمی بینند. و من الناس من یجادل فی الله، بعضی از مردم هستند که جدال میکنن فی الله ای فی توحید الله، درباره توحید الله بحث میکنن بغیر علم، بدون دلیل عقلی. بغیر علم یعنی چی؟ بدون دلیل عقلی. ولا هدن، بدون دلیل وحی. ولا کتاب منیر، بدون دلیل نقلی. نه بدون هدایت، نه هدایتی پیششان هست یعنی وحی پیششان هست. ولا کتاب منیر، نه کتاب روشنی هست که دلیل نقلی داشته باشند. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، هرگاه به این انسان ها گفته میشه شما پیروی کنید از آنچه که الله نازل کرده، قالوا بل نتبع، اونها میگن ما قرآن را چرا پیروی کنید؟ چرا پیروی میکنید؟ بل نتبع ما وجدنا علیه آباءنا، بلکه ما پیروی میکنیم آنچه که یافتیم بر آن پدرانمان را. رب العالمین پاسخ میده اولو کان الشیطان، قبل از همزه استفهام همیشه عرض کردم فعل مقدر است. ایتبعونهم، آیا پدرانشان را در پیروی میکنن، در حالی که ولو کان الشیطان، گرچه شیطان آنها را فرا بخواند به عذاب سعیر، به عذاب جهنم. سعیر اون شعله‌ور عذابی که شعله میزند. اما اینجا بشارت و من یسلم وجهه الی الله، هر کسی تسلیم کند چهرهش را به طرف الله، یعنی موحد باشد، و هو محسن، مخلص هم باشد، فقط برای خدا باشد کارش.
فقد استمسك بالعروة الوثقا، همانا این انسان چنگ زده به عروه وثقا، به حلقه محکم، حلقه محکم را چنگ زده که توحید است. و الی الله عاقبت الامور، فقط و فقط به الله برمیگردن عاقبت همه امور. و من کفر فلا یحزنک کفره، هر کسی کفر کرد تو را نگران نکند ای حبیب من کفرش. چرا؟ الینا مرجعهم، فقط و فقط به سوی ما بازگشت اونها، فننبئهم بما عملوا، وقتی به سوی ما برگردن به اونها خبر میدیم چه عمل کردند، خوب یا بد. ان الله علیم بذات الصدور، این علت است چون که الله علیم هست به راز سینه ها، از ته دل هم خبر دارد. نمتعهم قلیلا، ما آنها را مدت اندکی متاع میدیم، ما اونها را چند روزی بهره میدیم در دنیا. ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، سپس ما آنها را مجبور میکنیم به عذاب غلیظ، عذابی که بسیار سخت است. ولئن سألتهم، این دلیل سوم هست، اما این اعترافی هست. این دلیل بر اساس اعتراف دشمن و خصم است. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اگر از آنان بپرسی سؤال کنی که کدام معبود، کدام ذات آفریده آسمان ها و زمین را، لیقولن الله، آنها حتما میگویند الله، پاسخی بغیر از الله ندارند. قل الحمد لله، بگو پس همه تعریفات، ستایش ها که دال بر معبودیت است، الوهیت است، مثل عالم الغیب بودن، نافع زار بودن، اینها برای الله است. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکه اکثر این مردم نمیدانند. لله ما فی السماوات والارض، این دلیل چهارم است. و فقط برای الله است آنچه که در آسمان ها و زمین است. ان الله هو الغنی الحمید، بدون شک الله تعالی غنی هست، بی نیاز است. اما سوا کل شیء، از هر چیزی بی نیاز است. الحمید، ستوده شده هست. فی الامور کلها، بندگان مخلص، فرشتگان، مقربان او را شب و روز ستایش می کنند. ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام، الله تعالی می فرماید اگر همه آنچه که در زمین است، همه درختان زمین، تو زمین چند تا درخت داریم؟ چندین میلیون. همه این درختان شاخهایشون تبدیل به قلم بشه. ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام، هر چه درخت است در روی زمین اینا تبدیل به قلم بشه. والبحر یمده، و دریا چی بشه؟ مداد بشه. مداد چیه؟ مرکب، جوهر. من بعده سبعة ابحر، بعد از این دریاهایی که الان داریم 7 برابر اینها، 7 دریای دیگه هم بیاد و مرکب بشه. شما به وسیله این درختان، یعنی به وسیله اون نیها و اون قلم ها بگیرید، از این دریاها که تبدیل به مرکب هستند بنویسید. چرا بنویسید؟ صفات خدا را، قدرت الله را، علم الله را. اینا همه خشک میشه، مرکب ها، چوب ها تمام میشه، اما ما نفذت کلمات الله، کلمات الله یا صفات الهی تمام نمیشه. ان الله عزیز حکیم، به درستی اون ذات عزیز است، غالب است، دارای قدرت است، حکیم، دارای حکمت است. همه کارهاش بر اساس حکمت و تدبیر است. حال اثبات قیامت و تخویف اخروی. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده، پیدایش شما و بلند شدن شما از قبرها نیست الا كنفس واحده، مثل وجود یک نفر. یک نفر را اگر خدای عزوجل بگوید زنده بکنن میگه کن، اون زنده میشه. اگر میلیاردها میلیارد را الله زنده بکنن هم میگه کن. پس زنده کردن میلیاردها با زنده کردن یک نفر هیچ فرقی برای خدا ندارد.
ان الله سمیع بصیر، بدون شک الله سمیع هست، شنوا هست و بینا هست به احوال شما. الم ترى باز دلیل ششم هست عقلی. الم ترى ان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، آیا نمی بینی الله داخل می کند شب را در روز و روز را در شب؟ چند صورت قبلا تفسیر کردم. و سخر الشمس والقمر، الله مسخر کرده برای شما خورشید را و ماه را، کل یجری الی اجل مسمى، هر یک از خورشید و ماه مدت تا مدت معین جاری هست. و ان الله بما تعملون خبیر، و همانا الله تعالی به آنچه که شما عمل میکنید خبر دارد از همه عمل کرده شما. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، این بخاطر این است که شما یقین کنید، شما باور کنید بأن الله هو الحق، به اینکه الله او حق نام دارد، و ان ما يدعون من دونه الباطل، آنچه که مشرکان غیر از خدا میخوانند آنها همه باطلند. و ان الله هو العلی الکبیر، بدون شک الله علی هست، بزرگ هست، بلند هست و کبیر بزرگ هست، از هر چیز الله تعالی بزرگتر و کبیر هست. الم تر ان الله ان الفلك تجری فی البحر بنعمت الله، این دلیل هفتم است عقلی بر اثبات توحید. الله می فرماید آیا نمی بینی که کشتی جاری هست در دریا به نعمت خدا، لیوریکم من آیاته، تاکه به شما از آیات یعنی دلائل توحید نشان بدهد. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، الله می فرماید در این نعمت ها آیات است، دلائل است، نشانات است، لکل صبار، برای هر انسان صبور. صبار در مصیبت، هر انسانی که خدا بهش مصیبت میده صبر میکند. شکور، هر انسانی که الله بهش نعمت میده قدردانی میکند، شکر میکند. و اذا غشیهم موج کالظلل، هرگاه همین انسان هایی که در دریا هستند اینها را موج تحت پوشش قرار بدهد، کالظلل، مثل ابرها. زلل سایه ها را هم میگن، ابرها را هم میگن. موج وقتی که میاد مثل ابر روی انسان قرار میگیرد. دعوا الله مخلصین له الدین، اونجا مشرک حتی معبود خودش را فراموش میکند، همه و همه دعا میکنند، از الله استمداد میکنند، مخلصین له الدین، در حالی که خالص میکنند برای الله. له الدین ای له الدعاء، له العباده، اونجا عبادت و دعا را خالص برای الله انجام میده. اینجا یا فلان و یا فلان و یا فلان میگه، اونجا غیر از الله کسی دیگر را صدا نمی کند. فلما نجاهم الى البر، زمانی که الله اونها را نجات میدهد به خشکی، فمنهم مقتصد، بعضی متوجه میشن. مقتصد یعنی میان رو، توحیدی میماند. مثل اکرمه رضی الله تعالی عنه، فرزند ابو جهل که گریخت در دریا، وقتی که در موج گرفتار شد کشتی، اونجا ناخدایان گفتن مردم مسافرها اینجا ببینی خدایان را نخوانید، اینجا خدای بزرگ را صدا کنید، چون اینجا کار خدایان ما نیست. اکرمه گفت پس محمد همین نمی گفت من فرار کردم، وقتی خدایان ما اینجا کاری نمی کنند اونجا چی کاری میتونن بکنند؟ لذا نظر کرد خدای اگر منو نجات دادی دیگه شرک نمی کنم. الله عزوجل نجاتش داد. لذا الله می فرماید فلما نجاهم الى البر، زمانی که الله نجاتشان میده به خشکی، فمنهم مقتصد، بعضی ها میان رو هستن، معتدل هستن. و ما یجحد بآیاتنا، اما بعضی ها غدارند، خائنند، انکار نمی کنند آیات ما را، الا کل خطار کفور، مگر هر انسان خطار یعنی غدار. غدر چی را میگند؟ عهد شکنی را. عهد کرده با خدا، خدای من نجات بده، وقتی که لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، خدای اگه از اینجا نجات دادی من دیگه شکر میکنم.
دیگه تو را نافرمانی نمی کنم. الله می فرماید وقتی که نجاتشون میدم فلما انجاهم الی البر اذا هم یشرکون، دوباره شروع میکنه شرک میکنه. ما هم خیلی هستیم گاهی گرفتار میشیم، دشمن میخواد بزنه، تو زندان میفتیم، در سختی میفتیم، خدای دیگه نافرمانی نمیکنیم، دیگه یک نماز قضا نمیکنم، دیگه اصلا مسجد را ترک نمیکنم. وقتی خدا نجات میده بعد انسان خدا فراموشی میکند. لذا الله می فرماید و ما یجحد بآیاتنا، نسبت به آیات ما منکر نیست الا کل خطار کفور، مگر هر انسان خیانتکار، غدار و ناسپاس. حال الله عزوجل ما را بیم میده، میترساند از آخرت، از قیامت. میگه بترسید قبل از اون که اون روز بیاید آمادگی کنید. یا ایها الناس، ای مردم، اتقوا ربکم، بترسید از ربتان، پروا داشته باشید از ربتان، بترسید کفر نکنید، شرک نکنید، معصیت و گناه نکنید. واخشوا یوما، بترسید از آن روزی که لا یجزی والد عن ولده، پدر برای پسر هیچ کاری نمیتواند بکند. لا یجزی یعنی کفایت نمی کند، والد عن ولده، پدری از پسرش، یا اینکه دور نمی کند، دفع نمی کند هیچ پدری از فرزندش چیزی را. ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، بترسید از آن روزی که مولود و پسر هم نمیتواند دور کند، دفع کند از پدر مهربان چیزی را. لذا از آن روز بترسید. ان وعد الله حق، ای مردم وعده الله حق است، وعده الهی که اون روز می آید حق است. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بنابراین مواظب باشید شما را فریب ندهد زندگی دنیا به اعتبار انحماک، یعنی اینقدر غرق بشید، اینقدر محو بشید، اینقدر مشغول بشید که فریب بخورید، نه حلال را بشناسی، نه حرام را، نه حق خدا را، نه حق بندگان را. ولا یغرنکم بالله الغرور، و شما را فریب ندهد نسبت به الله فریب دهنده. فریب دهنده کی است؟ غرور اسم شیطان است. نه شیطان شما را فریب بده، نه دنیا شما را فریب بده. ان الله عنده علم الساعه، دلیل عقلی هشتم و خواص رب العالمین در این دلیل بیان شدند. 5 خاصه که قبلا مفصل در مسئله اله هم درباره اینها صحبت کردیم، در بحث علم غیب هم صحبت کردیم. ان الله عنده علم الساعه، همانا نزد الله است علم قیامت. علم قیامت الله میدونه قیامت کی میاد. از پیغمبر یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی، علمش نزد پروردگار من است. پس علم قیامت را فقط خدا میداند، حتی نبی نمیداند. و ینزل الغیث، الله نازل میکند باران را، غیر از الله کسی نمیتواند نازل کند. و یعلم ما فی الارحام، الله میداند آنچه که در رحم است، آنچه که در شکم است، شکم مادر است، الله میداند. اینجا اعتراضاتی هست که قبلا هم خدمت شما عرض کردم، بعضم برای افاده دوستان. بعضی میگویند که امروزه مردم میدانند، مثلا هواشناسی پیش بینی میکند سه شنبه و چهارشنبه استان ما باران میاد، میبینیم میاد. پیشنهاد میکنند که هفته آینده یک سامانه دارد میاد، اکثر کشور را میگیرد، میبینیم اون سامانه داره میاد. و این علم غیب هست؟ نه خیر، این علم غیب نیست، این علم حضور است. این چیزهایی که با چشمشون میبینند میدونند. مثل این میماند که یک ماشین از تهران حرکت میکند، از تهران تا اینجا 1600 کیلومتر است، با سرعت 100 کیلومتر میاد. من میگم که این ماشین بعد از 16 ساعت میرسد. خب از نظر تجربه، از نظر بارها دیدم، مشاهده کردم،
میگم بعد از 16 ساعت اینجا میرسد. خب مسلمه با سرعت 100 کیلومتر میاد، بعد از 16 ساعت میرسه. این علم غیب است یا تجربه هست یا مشاهده هست؟ اینهایی که پیش بینی میکنند سامانه بارانی را مثلا در دریای مدیترانه میبینند، در اون نقطه دنیا میبینند. بعد چیکار میکنند؟ سرعت باد را نگاه میکنند که سرعت باد مثلا 30 و 40 کیلومتر است. با این 30 و 40 کیلومتر که باد دارد، مسیر باد را هم میبینند که به طرف جنوب داره میاد. خب چیکار میکنند؟ میگویند که این سامانه چون که به طرف کشور ما داره میاد، بعد از 1 هفته با توجه به این تجربه‌ای که دارند این سامانه به اینجا میرسد. بعد از 1 هفته وقتی که این سامانه به اینجا میرسد، خب بر اساس همون تجربه درست در آمد. گاهی غلط هم در میاد، گاهی میبینی 1 روز جلوتر میاد چون بعد مقداری در وسط تندتر میشه. گاهی میبینیم که نه اصلا نیامد سامانه، بعد چیکار میکنن؟ مسیرش را عوض میکنه، الله تعالی عوض میکنه، این خبر ندارد. بعضی وقتا دیدی پیش بینی ها درست از آب در میاد، بعضی درست در آب نمیاد. این از روی تجربه هست. همونطور که شما میگیم مثلا این ماشین بعد از 16 ساعت میرسه، امکان داره خراب شد، 4 ساعت تو راه حلاف شد، بعد از 20 ساعت رسید، امکان داره اصلا نیامد، بردنش مشهد درستش بکنن. پس این علم اینها چنین علمی هست. یا اینکه مثلا میگویند که امروز به وسیله سونوگرافی ها معلوم میشه که پسر یا دختره، هنوز زن نزاییده، او را به دنیا نیاورده، پسر و دخترش معلوم میشه. خب مسلمه این با اسباب هست، یعنی با دوربین نگاه میکنی میبینی، همینطور نگاه نکن چشمت را ببند میتونی بگی. با اسباب، بحث اسباب نیست. بنده عرض کردم موضوع ما تحت الاسباب و ما فوق الاسباب را که مثلا ما الله سمیع و بصیر است، ما سمیع و بصیر نیستیم، ما از اینجا تهران را نمی بینیم، از اینجا صدای تهرانی ها را نمی شنویم، اما با اسباب بله، اگر دوربینی باشد پخش مستقیم باشه از همینجا ما می بینیم تو مجلس نماینده ها چی میگن، هم می شنویم هم می بینیم. خب این که به وسیله اسباب هست الان ما شدیم سمیع و بصیر؟ نه دیگه. چیزی که با اسباب باشد فرق میکنه با اونی که بلا اسباب باشد. ما این بحث را در بحث کمک هم آوردیم. مشرکین گاهی چیکار میکنند؟ مغالطه میکنند، مسئله را خلط میکنند. میگه که شما میگه از غیر خدا کمک نگیرید، ما از هم دیگه کمک میگیریم. رفیقم را میگین کتاب را به من بده، دستم را بگیر، خب شما از هم دیگه کمک. این کمک گرفتن ما تحت اسباب است، با اون کمک گرفتن که از یک مرده که هیچ از خودش خبر ندارد. بنابراین مسئله اسباب فرق میکنه با غیر اسباب. و دوم و یعلم ما فی الارحام، ما عام هست تو ما عموم است. اینطور ترجمه میکنیم و یعلم ما فی الارحام، الله میداند آنچه که در رحم است. آیا این مذکر است یا مؤنث؟ آیا این سعید است یا شقی؟ آیا این در دنیا عمر طولانی میکند یا عمر کم؟ آیا این در دنیا متمول میشه یا فقیر؟ رزق زیاد میخورد یا کم؟ همه چیزش را الله میداند. همه چیز را سونوگرافی میدوند. میتونه از روی دوربین تشخیص بده که این بچه نیکی میشه یا فاسدی میشه. اینا را الله میداند. و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، هیچ نفسی نمیداند فردا چه کسب میکند. و ما تدری نفس بأی ارض تموت، هیچ نفسی نمیداند به کدام سرزمین میمیرد. ان الله علیم خبیر، همانا الله دانا هست، همه چیز را میداند، خبر دارد از همه چیز، بقیه انسان ها خبر ندارد. صدق الله العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه
السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور، نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور، بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور، بدلائل النور المبين، بدلائل النور المبين.